اختراع نو در تاجیکستان آپارات غشتی لویی اختراع کرده برآورده. در یک روز تا 1,500 عدد غشتی لویی میبرند. رزمیرش 25 به 30 میشود. اگر بخواین دیگر رزمیر همان عمودی رزمیر کرده میتواند. این بیست یعنی من خیلی موتورچه دارد سالارکه گتی کار میکند. اگر همین آپارات بگیرین سون کار کنید میشود. یعنی یک دانه همین غشت 2 سومانی 30 درم به ریخته میداده. کدام جای باشد رفته همون آپارات میبرند ریخته میتیند. فقط همون سالارکه ای صاحبی آپارات میشود. دیگراش رسخود مثال خوک او ای صاحبی خانه میشود. شما میتوانید برای کارگر 30 درمی هر یک دانش میتید. موندگیش مثال 50-60 درم برای سالارکه رسخود شود. دیگراش به فایده ختم میشود. یک دانه همین آپارات 24,000 سومان تمام شهر تاجیکستان دسترسی دارند. کی به درکار باشد مراجعه کنید. شما میتوانید همین آپارات گرفته در یک روز کمش 800 سومان تا 1000 سومان کار کنید میشود. و گفتی استا همین اگر 7 روز استارت کو بعد ریختن رنگی سنگ باری رنگی همون چی بگم بتون باری سخت میشه. برای که همون 9 تن پرس میکنه برای هوا کنید رنگی سنگ باری تخته میکنه.